جزیره کیش است، جزیره که بسیاری ها برای استراحت به اینجا میآیند. اگر همین طور بگیم که کیش یکی از جایهای خیلی زیبا برای استراحت است، خطا نخواهیم کرد. از اینجا وقتی که نگاه میکنید محض از همین فرودگاه به بیرون میآید. این آخرین برنامه بنده از جزیره کیش است. بسیار جایهایی هستند که اونجا رو حتما باید دید. یکی از اونها این جای شو دلفین ها هست که به اونجا اومدیم. در اول پیش از همه پرندگان اینجا بودند و بعدا خزندگان و امثال اونها. بیاید یک جای اون رو تماشا میکنید. پرندگان آزاد هر کجا حرکت میکردند و آدمان خیلی نزدیک بودند. شما میتونید به اونها خوراک دهید، اونها رو حتی لمس هم کنید. ولی گروهی از پرندگان دیگر مثل اون که همیشه پرندگان رو در قفس میگیرند گردشون محکم بود. تیمسوح رو هم دیدیم و لکلک و دیگر پرندگان از جمله مرغابی های گوناگون هم اینجا شنا میکردند. توتی توتی این شترمرغ توجه رو به خود جلب کرد. با آدمان اونس گرفته است، مثل اون که با آنها هم صحبت میکرده باشد. سلام، آمدم پیشت. یکان چیز میخوایی؟ اگر دقیق تر نگاه کنیم گویا او سخنهای ما رو میشنید و آماده بود که با ما دروده رو صحبت کند. آمدم از تاجیکستان. سلام سلام. تا آغاز شدن شوی دلفین ها اینجا دیگر شوها هم بودند که دقت جلب کننده می نمودند. هر نفر برای خود یک بستی هنرنمایی رو به ما نشان میداد، اما ما از بین آنها چندی رو انتخاب کردیم. صدا تشکیلات نمیاد بیمار شد. توی ورزشگاه وارد زمین میشه، همه دیدی کنه به سمت دروازه من توی دروازه باری کرده ورزشگاه. من جایی شما بودم یه سوزوشی براش بودم. آقا شما گفته این آش هست؟ آشی؟ آش ایرانی. بله دوستان گرامی، این اوگرو هست که اینجا آش ایرانی میگیرند، اما آش از ماش پلو.
این برنامه آخرین من از جزیره کیش است. در حقیقت فراغت خوبی داشتیم. مردم ایران تاجیکان را دوست می‌دارند. فوق‌العاده‌اند. آدم‌های با فرهنگ، با تمدن، با اصالت. یعنی فرهنگ پارسی رو شما تاجیکان نگه داشتید، حفظش کردید. این خیلی خوبه. و آدمایی هستید که صاف و صادقید، مهربونید، دلتون پاکه. من باهاتون در ارتباط بودم چندین بار. مسافر تاجیک زیاد داشتم. امیدوارم که اتفاقات خوب واسهتون بیفته. تا بیام تاجیکستان مفصل شهرتون رو ببینم. بیاید، ما انتظار شما هستیم. ان شاء الله. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост.